لحظه لحظه عمرتون سرشار از شادی. فتانه نعیمی هستم با سری برنامه‌های رشد در خلوت. فایل صوتی نهم، کلید پشیمانی. یک بار دیگه زندگیتون رو مرور کنید. ببینید آیا چقدر و در چه مواقعی حس پشیمانی به شما دست میده و این حس رو هر چند وقت یک بار تجربه میکنین. اگه تعداد دفعاتش زیاده و تبدیل به الگوی رفتاری شده، با اطمینان میشه گفت که در همین قسمت در بسته‌ای وجود داره که میتونه راهی به رهایی باشه. قلم و کاغذتون رو بیارید و تمام اون کیس ها رو بنویسید. لازم به مشروح نوشتن نیست، فقط در حد 2-3 کلمه که واقعه رو براتون یادآوری کنه کافیه. بعد از روی لیستتون یک کیس رو انتخاب کنید و اون حس پشیمونیتون رو یادآوری کنید تا بتونید در زمان حال حسش کنید. با حس پشیمونی خودتون بشینید و سعی کنید گفتگوی درونی خودتون رو بشنوید. اگر شنیدن این گفتگوها براتون سخته، فایل صوتی 1، 2 و 3 رو گوش بدین و روش شنیدن صداهای درونتون رو یاد بگیرید. بعد تمام صداها رو زیر هر کیس بنویسید. مثالهایی میزنم که بهتر درک بکنید. لیست شما ممکنه شامل اینها باشه: هر وقت با فلانی بحث میکنم پشیمون میشم که چرا دوباره این کارو کردم. یا هر وقت حرف دلمو به یکی میگم پشیمون میشم. یا هر وقت به یکی پول قرض میدم پشیمون میشم. یا هر وقت لباس میخرم پشیمون میشم و فکر میکنم اون یکی مدلی که نخریدم بهتر بود. حالا قدم بعد اینه که از خودتون علتش رو بپرسید. مثلا در کیس اول، هر وقت با فلانی حرف میزنم پشیمون میشم. این سوال رو بپرسید: چرا پشیمون میشم؟ مثلا ممکنه بگید برای اینکه این آدم همیشه حرف خودشه و اصلا گوشش بدهکار نیست و حاضر نیست 2 کلام منطقی گوش بده. بعد سوال بعدی رو بپرسیم: چی باعث شد یا هر بار باعث میشه که من دوباره بخوام نقطه نظرهام رو با این فرد در میون بذارم که بعد باعث جر و بحث بشه و بعدم به جایی نرسیم و من پشیمون بشم. در جواب دادن به این سوالا فرض کنین که دوستی داره این سوالات از شما میپرسه و شما دارید بهش جواب میدید. ممکنه شما بگید که نمیخواستم چیزی بهش بگم، ولی وقتی حرف ناحق میزنه نمیتونم چیزی نگم. اگه یک چنین جمله‌ای از ذهن شما گذشت، بدونید در بسته رو پیدا کردیم. همونجا که میگید نمیتونم. هر جا ما این به ذهنمون رسید که نمیتونم، دقیقاً جایی است که یک رفتاری در ما نهادینه شده و ما توانایی تغییرش رو نداریم و معناش اینه که باوری پشتش نشسته. حالا باید ببینیم که چه چیزی باعث میشه که نتونیم چیزی نگیم. اینجا دوباره استفاده از کلید صداشناسی خیلی کمک میکنه. وقتی ما نمیتونیم کاری رو نکنیم، زمانی است که اگه اون کار رو نکنیم حس خیلی بدی پیدا میکنیم و توی این پروسه دقیقاً دنبال اون حس بده هستیم. الان ببینید چه حس بدی اومده بالا. دقیقاً از خودتون بپرسید که اگه اون حرف رو نزنم چه حس بدی پیدا میکنم. ممکنه جوابای شما این باشه: هرس میخورم، عصبانی میشم، به هم فشار میاد. اینجا توی اون حستون بشینید و ببینید چه حرفی باهاتون میزنه، چه صداهایی توی سرتون دور میزنه، افکارتون چیه. ممکنه این صداها رو بشنوید: من احمق نیستم که ساکت بشینم و این حرفا رو نشنیده بگیرم، یا بی‌انصافیه که چیزی نگم، یا دوستمه میخوام کمکش کنم باید بهش بفهمونم اشتباه میکنه. با بررسی این طرز فکرها میشه باوری که در شما قوت گرفته رو که رفتار شما رو داره هدایت میکنه پیدا کرد. در پس جمله اول این باور نشسته: اگه سکوت کنم خیلی احمقم. در پس جمله دوم این باور نشسته که میگه من باید برای اجرای عدالت کاری بکنم. و در پس جمله سوم این باور هست که دوست خوب باید جلوی اشتباهات دوستش رو بگیره. خب وقتی این باورها رو آوردید در سطح آگاهی، میتونید بررسیشون کنید و در موردشون تصمیم بگیرید.
بعضی مواقع باورها خیلی درست به نظر میرسن و ما حس میکنیم که باید به اون باور بچسبیم، ولی اگه دقت کنین میبینید که نفس پشیمون شدن شما از اون رفتار خودش دلیلیه که ما در دام اون باور افتادیم، که حتی زمانی که منطق آگاه ما میگه که نباید با این فرد وارد بحث بشیم، بازم نمیتونیم اون رفتارمون رو تکرار نکنیم. یعنی باور ما به یک اصل مطلق تبدیل شده و از انتخاب ما در اومده. با پیدا کردن این باورها ما کنترل اونها رو در دست میگیریم و در لحظه رفتارمون رو انتخاب میکنیم و اگر انتخاب باشه، پشیمونی دیگه جایی برای بروز پیدا نخواهد کرد. جای خودش رو به این میده که بگیم نتیجه‌ای که میخواستم رو نگرفتم و این به نوبه ما رو هدایت میکنه که ببینیم دفعه بعد باید چگونه عمل کنیم که به نتیجه دلخواه برسیم و به جای اینکه برده باورمون بشیم، اون رو تحت کنترل داریم و به جا ازش استفاده میکنیم. پس بعضی مواقع لازم نیست باور رو کامل عوض کنیم، بلکه فقط اون رو تحت کنترل و اختیار خودمون در میاریم. در کیس‌های بعدی که مثال زدم در بالا ممکنه این باورها نهفته باشه. اونجا که میگیم هر وقت حرف دلم رو با کسی در میون گذاشتم پشیمون شدم، احتمالاً این باور هست که مردم قابل اعتماد نیستن یا هیچ کس منو درک نمیکنه. کیس سوم که میگه هر وقت به کسی پول قرض میدم پشیمون میشم، احتمالاً این باوره که آدمای پولدار خودخواه و کنسن. کیس چهارم که هر وقت لباس میخرم پشیمون میشم و فکر میکنم که اون یکی لباس بهتر بود، احتمالاً این باور پشتش نشسته که میگه من قدرت تشخیص خوب و بد رو ندارم یا انتخابای من همیشه اشتباهن. ممکنه ارتباط این باورها با مورد پشیمونی در ابتدا مطابق به نظر نرسه، ولی اگه بیشتر دقت کنید و تمام قدم‌های بالا رو که توی اون پروسه ها برداشتیم رو انجام بدید، به احتمال خیلی زیاد به این باورهای نهفته دسترسی پیدا می‌کنیم. مثلا وقتی که شما پول به کسی قرض میدید و خیلی وقتا پشیمون میشید و ما میگیم که باوری که درش گیر افتادید اینه که آدمای پولدار خودخواهن و کنسن، ربطش اینطوری مشخص میشه که چون وقتی کسی از شما تقاضای پول میکنه، باور شما که میگه آدمای پولدار خودخواهن به طور اتوماتیک در پس ذهن شما میاد بالا که حتی ممکنه کاملا ناآگاه باشه و چون شما نمیخواید خودخواه باشین، فوراً پول رو قرض میدین که جز اون گروه از آدمای پولدار نباشین، بدون در نظر گرفتن شرایط دیگه. امیدوارم که این کلید هم دری رو به سوی رهایی برای شما باز کنه. منتظر فایل‌های صوتی بعدی من باشید. روزتون شاد.